سلام، چطورید بچه ها؟ ببینید کی اومده. ببخشید که چند وقت ویدیو اینا نذاشتم، ویدیو گستردشم نذاشتم. اینجا رو نگاه کنید، تو دلبری هم میکنه همون موتور. به خدا شما فهم میکنید موتوریه، نگفتید تو کامنت، ولی شما شاید فهم کنید. امروز اومدیم میدونیم چیکار کنیم. امروز اومدیم بشوریمش، این خوشگل پسر رو بشوریمش. آره میخوام بشورمش. ببخشید تاریک هوا، الان تونستم دیگه ویدیو میگیرم. بشوریم. رفت دادم صفحش رو عوض کردم. صفحش 400 تومن اینا شد، فول کشی ایناش رو عوض کردم. 400 تومن در اومد برام. و اینجا کرکسیف شده، اینجا میخوام نظر آب بزنمش. دیروز هم بارون اومده. بریم با هم آب بشوریمش. بزن بریم. اولین کاری که میکنیم، بعد یه ظرف پیدا کنیم با تایید. میایم اینجا میذاریمش اینجا، تاییدو میریزیم. تبلیغ نیست، فکر نکنید دارم از تایید پرسیل تبلیغ میکنم. البته من فالوورام بالا نیست، اگه به لطف شما لاک کنید دارم این همه زحمت میکشم برای پیجمون. اگه شما لاک کنید فالوورامون میره بالا. از یه روز در میان پست داریم از این باید. اگه لاک کنید یه روز در میان پست داریم. حالا بریم آب بریم. سویچو میبندم. تاریک شد. آها، شلنگ من. بذار فلش گوشیمو روشن کنم. آها الان خوب شد. شلنگ در میارم. این دو چرخه هم شاید باستارش شاید بره. فعلا برنامه بروش ندارم، ولی تا همین تابستون برنامهش میکنم. یه ولاگ هم چند وقت دیگه اگه دو چرخ درسته باشه یه ولاگ داریم. لو نمیدم، لو دادم دیگه. آدم تو از سفته آواز میکنم. آهان از اینا هم دارم. با این ورش نمیکشم، با این ورش این نه. یه ذره خیسش کنیم این نظر. یه دستی کار کردم خیلی سخته. بزنم شما رو میتونم بذارم یه جا ببینید منم به کارم برسم. بچه همسایمون اومد به خاطر هم کرد مذارت میگه فکر کرد من الکی سر کتون کشم. نه به خدا همسایمون اومد پک کردم این لحظه. خب ادامه ای دوزو دستمال کشیدم دو چند دفعه من اینجور دستمال. ببین کرکسیفه اینجا برم دست میکانیکیه بود. آب گرفتم این دست مالم بکشم. معلومه تابلو انجین رنگ کردم درسته بچه. شاید بعدا دستم اومد رنگ انجین رو ببندم، یه دونه از این رنگ خارجی رو براش بگیرم. شما اگه خواستید رنگ بزنید رنگ خارجی بزنید، اشتباه من نکنید، چون که بعد یه چند وقت زرد میشه. برای من زرد شده الان. میبینید اینجا رو به زردی میزنه یه ذره. خب سرشم بکنیم. موتور یه ذره ریپ میزنه بچه ها. میگه نه برقشه. حالا نمیدونم. شما اگه تجربه چیزی دارید به من بگید. تو دورای بالا ریپ میزنه یک نمیشه باشه گاز نمیشه داد. اگه چیزی میدونید در مورد این چیزی واردید بلدید تو کامنت رو بهم بگید. دمتون گرم. چقدر کثیفه یا خدا. سرشمم باید عوض کنم. شمش خوب نیست.
شنبه دست دوم بود. خسیس من نه سالم بود آخه، داشتم تو وسایلم یه همون انداختم روش، ولی باید یه دونه شمع نو براش بگیر. لک میشه بدم میاد. ببینید بچه ها، میبینید تو دوربین فکر کنم معلومه کم این لک میشه. گوشی من میدونید چیه بچه ها؟ گوشی من شیائومی نوت 12 رسی خریدمش که در من برام 9 تومن. هنوز دارم قسط میدم، 2-3 تا قسطش مونده. ماهی 1,80 میدم، 1,080,000. مشکل شده ظاهر واقع این شد. آها میخواستم موتور بفروشم، از اینو بهتون میگم. میخواستم موتور بفروشم یکی دیگه بگیرم، یه دونه نو ترتمیزتر بگیرم. میخواستم بفروشم یه دونه ترتمیزتر بگیرم. بعدش بردم قیمت کردم اینجا تو 20 متری جوادی میشونیم. تو جوادی یه نفر بود برگشت اینجوری کرد میخرمش چند؟ میخرمش 10 میلیون. انگار مزایده است. گفتم چقدر کم، 10 میلیون میخرید. بعد یه موتور داشت موتوری سالم بود. اینم موتوری سالمه. میگفت میدم 32 تومن، 34 تومن، 40 تومن، نمیدونم 42 تومن، یادم نیست. گفتم چه خبر اینو؟ اونم زیاد باحال نبود. بعدش رفتم تو گمرک، یه نفر بود اون میخواست برداره موتور، اون برم داشت 17 تومن 17 میخواست برداره، اونم کم میگفت. گفتم باش جهنم و زلال بدم یه دونه موتور صفر بگیرم. 95 بود، 95 بود، صفر هم نبود، 95 بود ولی ترتمیز بود. به خاطر همون دیگه معاملمون نشد، چون که کم داشتم اینا، 20 تومن داشتم اینا کم داشتم. به خاطر همون اون میگفت 32 تومن اینا کم نیوردم، ولی خوشم نیومد زیاد ازش. به خاطر همون اومدم خونه وسایل برنگی دادم. از چهارشنبه بعد از اون شروع کردم با پدرم تا رفتیم نهار اینا خوردیم. نهار که نمیخوردیم، شام میرفتیم میخوردیم، دوباره فردا صبح تا جمعه طول کشید. جمعه ساعت 8 شب طول کشید تا این شکلی شونه. همه چیزو عوض کنیم. سیم کشیشو دادیم بیرون، ولی پنجشنبه دادیم بیرون. ببین این همون موتورو ببین، این 91 1400 نیست، 95 نیست، 125 سی 125 سال ساخت 1391 ایناش. ببینید 91 1391 سال ساخت. دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید. لایک کنید، به من انرژی میدید. از این ور تون ویدیو دارم. دمتون گرم، عشقای منید. یا علی آهان نه، تو ویدیو بعد آموزش نقطه کنترل نما رو هم براتون میتونم. فعلا خداحافظ.